به نام خدا سلام خدمت همه شما دوستان و همراهان عزیز. سعید امینی هستم. اینجا گیک بازه و خیلی خوش اومدید به یه قسمت دیگه از دوره آموزش پایتون. خب دوستان، توی این قسمت قرار اپراتورها یا همون عملگرهای ریاضی رو با هم دیگه بررسی کنیم. یه بحث خیلی ساده و شیرین، هیچ چیز سختی هم نداره. وی اس کد خودتون رو باز کنید و به فولدر گیک باز برید و یه فایل به اسم test.py بسازید. خب دوستان، قبل از اینکه این جلسه رو شروع کنم میخوام یک نکته رو به شما دوستان بگم. عزیزان، سعی نکنید که مطالب دوره رو فیلم طور ببینید. یعنی مثلا من دارم تدریس میکنم، بعد شما بعد از اینکه جلسه تموم شد میرید کدا رو تمرین میکنید و در حین جلسه هیچ کدی رو نمیزنید. این خیلی خیلی اشتباه. سعی کنید همراه من کدها رو بزنید. یعنی حتی اگه من یه خط کد نوشتم، اون خط کد رو همراه من بنویسید و تمرین کنید که انشالله مطالب دوره به بهترین شکل واسه شما دوستان جا بیفته. خب همونطور که توی جلسه قبلا به شما گفتم، مثلا اگه بخواید تایپ عدد 5 رو بفهمید، باید اون رو به دستور تایپ بدید. مثلا عدد 5 رو به دستور تایپ میدیم و اگر بخوایم اون رو توی ترمینال هم ببینیم، باید اون رو به دستور پرینت بدیم. این بخش رو سلکت میکنیم، کنترل X رو میزنیم و پرینت رو مینویسیم و بعد کنترل V رو میزنیم که پیست بشه. دوستان، این مداوم سیو کردن یه خورده اذیت کنه. به این بخش فایل بیاید، اتو سیو رو بزنید که دیگه فایل‌ها به صورت اتوماتیک واسه شما سیو بشن. خب الان فایل رو اجرا کنیم. همونطور که فکر میکردیم تایپ اینتیجر رو برگردون دوستان. اما به این چیز جالب بهتون بگم. به این خط کد بیاید و کنترل C رو بزنید. برید خط بعد و بعد کنترل V رو بزنید. این 5 دومیه رو تبدیل کنید به 5.0. به نظر شما فرق این دوتا چی میتونه باشه؟ بریم اجرا کنیم تا بهتون بگم. دوستان دیدید درسته که هر دوی اینها 5 اما 5 دومیه اعشار داره، حتی اگه اون اعشار 0 باشه. پس تایپ 5.0 فلوت، نه اینتیجر. خب اینا رو حذف کنیم، ترمینال هم یه CLS بزنیم که پاک بشه و بریم از اولین اپراتورمون استفاده کنیم. پرینت رو بنویسید، مثلا 4 رو به علاوه 6 میکنیم. الان اجرا کنیم فایل رو، 10 رو برمیگردونه دوستان. حتی اگه تایپش رو هم بگیریم، کنترل وی بزنیم، الان دوباره اجرا کنیم، تایپ اینتیجر رو به ما برمیگردونه. شما محدود به تایپ اینتیجر هم نیستین دوستان. مثلا میتونید 3.5 رو، خب 3.5 رو به علاوه مثلا 6.5 کنید. خب الان اجرا کنیم، باید 10 رو به ما برگردونه. اجرا کنیم دوستان، دیدید 10 رو برگردون، اما نه اینتیجر بلکه اعشاری. خب حتی اگر اینجا رو سلکت کنید، کنترل X رو بزنید، خب به نظر شما چه تایپی رو برمیگردونه؟ قاعدتا باید فلوت باشه. دیدید؟ پس این دوتا فکر نکنید که مثلا جمعش 10 شد یه عدد رونده پس تایپش هم اینتیجره. نه دوستان، اصلا اینطوری نیست. بیاین یه مثال دیگه بزنیم. مثلا شما که فقط حتما نباید دو تا عدد باشه، میتونه مثلا 2 به علاوه 3 باشه، به علاوه مثلا 3.5 باشه، به علاوه 1 باشه. میتونه هر چند تا که دوست داشتید بذارید. الان اجرا کنید، میبینید 9.5 رو واسه ما برگردوند. خب اینجا یه CLS بزنیم، به این بخش بیاید و پرینت رو بنویسید و اینجوری جداش کنیم که خیلی هم ترمینال ما شلوغ پلوغ نشه. بعد دوستان، شما میتونید از اعداد منفی هم استفاده کنید. گفتیم ما اعداد منفی هم جز اعداد اینتیجرن، میتونید استفاده کنید. مثلا 5 رو به علاوه پرانتز باز و بسته بذارید و مثلا منفی 4 رو بنویسید. خب این منفی در مثبت ضرب میشه، منفی در مثبت هم منفی دوستان. پس در واقع انگار 5 منهای 4 شده. الان اجرا کنیم، 1 رو به ما برمیگردونه. خب دوستان، اینها رو کامنت کنیم، کنترل استش رو بزنید تا کامنت بشه. به خط بعد بیاید، بعد مثلا ما 10 رو منهای 6 کنیم، 4 رو بعد برگردونه. 4 رو برگردونه واسه ما. دوباره یه CLS بزنیم، مثلا عاشق این CLS دادنم. بعد مثلا شما میتونید پرینت کنید مثلا 10 رو منهای 3.5، هر جور که دوست دارید میتونید رو استفاده کنید. الان اجرا کنیم، 6.5 رو واسه شما برگردون دوستان. اما میخوام یک نکته خیلی جالب رو واسه شما بگم. اول نمیخواستم بگم و گفتم به وقتش بگم، اما گفتم شاید توی تمرینای خودتون به این مشکل بر بخورید که اینو الان میگم که خیلی عجیب غریب نشه واسهتون در آینده.
اینا رو کامنت کنید تا این نکته خیلی باحال بهتون بگم. پرینت رو بنویسید، مثلا 7.1 رو منهای مثلا 6.9 کنید. خب الان این دوتا ما انتظار داریم که مثلا 2 رو به ما بده دیگه، درسته؟ 7.1 منهای 6.9 بعد 2 بشه دیگه، درسته؟ اما به نظر شما چی میده؟ بریم اجرا کنیم. دوستان دیدید 2 رو نداد، یه عدد اعشاری خیلی بلند داد. شاید الان فکر کنید که مثلا این دوتا فلوته که دارن از هم کم میشن، طبیعیه که مثلا چنین مشکلی پیش بیاد. نه دوستان، مثلا 7.1 رو اصلا بکنید 7، الان دوباره اجرا کنید، بازم به همون مشکل خوردیم. ما باید 1 میگرفتیم ولی یه عدد اعشاری خیلی بلند به ما داد. دوستان بخوام دلیلش رو فعلا بگم، اینه که این مشکل از خود پایتون هم نیستا. دلیلش اینه که کامپیوتر با بعضی از اعداد اعشاری برخورد خاصی داره. خب بهش فلوتینگ پوینت ارور میگن. اگر دوست داشتید میتونید جلو جلو ببینید، اما توی بحث ریاضیات توی پایتون توی جلوتر بهش کامل میپردازیم. اما فعلا فقط بدونید همچین چیزی وجود داره کفایت میکنه. فقط دوست نداشتم توی تمریناتون خیلی تعجب کنید. توی ادامه به وقت خودش بهتون میگم. خب این رو کامنت کنیم. دوستان شما میتونید جمع و منها هم کنارم استفاده کنید و مثلا 10 رو مثلا به علاوه 2 کنید، به علاوه 1 کنید، بعد مثلا منهای 4 کنید، بعد مثلا 10 و 2 12 میشه، بعد 13 منهای 4 بعد 9 به شما بده. میبینید 9 رو به شما داد. خب فکر کنم دیگه جمع و منها کافی باشه. بریم ضرب رو با هم دیگه امتحان کنیم. مثلا 3 رو در مثلا 6 ضرب کنیم با هم دیگه، 18 رو بعد به شما بده. 18 رو داد. بله. بعد یه چیز جالب بهتون بگم دوستان، مثلا 1 رو به علاوه 4 کنید، بعد ضرب در 2 کنید. خب ما توی ریاضیات هم یه اولویت بندی داریم، اول داخل پرانتزه، بعد ضرب و تقسیم و بعد جمع و منها. الان اینجا اول 4 در 2 ضرب میشه 8 و بعد 8 به علاوه 1 میشه 9. بریم اجرا کنیم ببینیم 9 میشه. بله 9 رو به ما داد. اما اگر بخوام این اولویت بندی رو یه خورده تغییر بدیم، خب بعد از پرانتز استفاده کنیم. این 4 به علاوه 1 رو داخل پرانتز بذاریم. الان اولویت تغییر کرد، اول 4 به علاوه 1 میشه، پس 4 به علاوه 1 میشه 5. 5 در 2 الان بعد 10 رو به ما برگردونه. ببینیم 10 رو میده. بله دوستان 10 رو به ما داد. پس این جور چیزایی که ما توی اولویت بندی ریاضی داشتیم توی پایتون هم رعایت میشه. الان بریم تقسیم رو با هم دیگه ببینیم. این دو بخش هم با هم دیگه کامنت کنیم که این بخش ترمینال ما خیلی شلوغ پلوغ نشه. یه CLS اول بزنیم. دوستان مثلا پرینت کنیم مثلا 10 رو تقسیم بر مثلا 2. خب الان بعد به ما 5 رو بده. بعد یه نکته خیلی جالب در مورد تقسیم ها بهتون بگم. اجرا کنیم. دوستان 5 رو به ما برگردون، اما نه 5 اینتیجر بلکه 5 فلوت، اعشار داره. الان حتی اگه شما اینجا تایپ رو هم بگیرید، خب مثلا تایپ رو بگیرید، به نظر شما چی میده؟ خب معلومه فلوت دیگه، چون که اعشار داره. پس همیشه یادتون باشه نتیجه یک عمل تقسیم یک تایپ فلوته. میگید نه، شما حتی اگه مثلا چند تا عملگر هم استفاده کنید، مثلا 10 به علاوه 2 مثلا ضرب در 3 بعد مثلا تقسیم بر 2. خب الان اینجا نتیجه رو بگیریم، چی رو به ما میده؟ 13 میده. خب این 13 هم فلوته. میخواید امتحان کنید اون رو به تایپ بدید. الان دوباره اجرا کنیم، 13 فلوت به ما میده دوستان. پس مهم نیست از چند تا عملگر استفاده میکنید، وقتی تقسیم رو دارید نتیجه اون عملیات یک تایپ فلوته. خب میخوام یه نکته خیلی جالب دیگه هم بهتون بگم در مورد تقسیم ها. و گفتیم اون چیزایی که توی ریاضیات داریم داره رعایت میشه رو توی پایتون هم داریم. مثلا اگه شما 7 رو تقسیم بر 0 کنید، خب توی ریاضی ما همچین چیزی نداریم. اینا رو کامنت کنم، اینجا می CLS بزنم. خب این 7 تقسیم بر 0 باید به ما یه اروری بده. ببینیم چه اروری میده. اجرا کنیم. دوستان دیدید زیرو دیویژن ارور به ما داد. دیویژن به معنی همون تقسیمه. خب ما نمیتونیم هیچ عددی رو تقسیم بر 0 کنیم. توی پایتون هم به همین شکله. میبینید چقدر جالبه؟ دوستان مثلا شما فکر کنید توی تقسیما مثلا 10 رو تقسیم بر 3 کنید. خب نتیجه این یه عدد روند در نمیاد، درسته؟ اجرا کنیم. مثلا 3 ممیز 3 3 3 و الی آخر.
ما میخوام یه عدد رند باشه. خب چه کاری میتونیم انجام بدیم؟ باید از این دو تا اسلش کنار هم دیگه استفاده میکنه. اینجوری میاد چی کار میکنه؟ اون عدد نهایی رو به پایین گرد میکنه. بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. دوستان دیدید این اشار بلندش رو گرد کرد رو به پایین. به نظر شما اگه تایپش رو بگیریم چه اتفاقی میفته؟ اینجا کنترل ایکس رو بزنید. الان نتیجه رو ببینیم. دوستان کلاسش دیگه اینتیجره. خب یعنی اون دیگه گفتیم نتیجه تایپ، نتیجه تقسیم همیشه فلوته، دیگه اینجوری نیست. اینجا وقتی اجراش میکنید تایپ اینتیجر رو به شما میده. خب این خیلی باحاله دیگه، نه؟ خب الان بریم یه چیز جالب دیگه رو به شما بگم. دوستان شما وقتی میخواید باقی مانده یک عمل رو توی ریاضی بگیرید، اگه بخواید توی پایتون ازش استفاده کنید، ما یک چیز داریم، همین درصد توی کیبوردتون، کاربردش اینجا درصد نیست اصلا. شما 10 رو اینجا درصد رو بذارید، بعدش هم 3 رو بذارید. این در واقع داره چطور کار میکنه؟ اینجا یه CLS بزنم. وقتی 10 رو با این علامت درصد انجام میدید، در واقع انگار 10 تقسیم بر 3 شده و بعد باقی مانده اون رو به ما برمیگردونه. خب 10 تقسیم بر 3 میشه 3 تا 9 تا میشه، یکی میمونه. خب نتیجه این عملیات باید 1 بشه. باقی مانده اون عمل تقسیم رو به ما میده. بله 1 رو به ما برگردون دوستان. پس کاربرد این درصد اگه بخوام بگم کجا کاربرد داره، معمولا واسه این که بفهمیم مثلا زوج یا فرد عدد، مثلا اینجور چیزایی توی ادامه هم داریم، ما توی ادامه پروژه ازش استفاده میکنیم. واسه زوج فرد بودن و این چیزا خیلی کاربرد داره. اما آخرین مورد دوستان توانه. الان اگر مثلا بخوایم 2 رو به توان 4 برسونیم، باید از 2 تا ستاره استفاده کنیم. مثل همون علامت ضرب، فقط 2 تاست. مثلا 2 رو به توان 3 برسونیم، الان اجرا کنیم، 8 رو به ما میده. میبینید؟ خلاصه کلا این مباحثی که الان خوندیم و سعی نکنید که مثلا بنویسید و حفظ کنید. ما چیزی به اسم حفظ کردن توی پایتون نداریم دوستان. اصلا سعی نکنید هیچ چیزی رو توی برنامه نویسی حفظ کنید. حتی کسی که 20 سال هم از داره برنامه نویسی رو انجام میده، همیشه پیش میاد که یه سری از مطالب رو فراموش کنه. اما الان خب راهکار چیه؟ سعی کنید عادت کنید به سرچ کردن. من مثال واسهتون میزنم. فکر کنید که مثلا همین اپراتورها رو یه خورده فراموش کردید. شما که چیزی حفظ نکردید، توی این موقع میان چی کار میکنین؟ میرین سرچ میکنید. بریم با هم دیگه به عنوان تست این کار رو انجام بدیم. آلت رو نگه دارید و تب رو بزنید. به مرورگر کروم خودمون میریم. مثلا توی گوگل سرچ کردیم operators in Python. خب اینجا به یکی از وبسایتایی که بهتون میده برید. مثلا به سایت W3 School میریم. خب اینجا کامل اپراتورها رو واسهتون آورده، مثالم واسهتون زده. خب دیگه نیازی نیست که بریم چیزی رو حفظ کنیم. ما توی برنامه‌نویسی چیزی به اسم حفظ کردن نداریم. چیزی یاد نمیگیرید با حفظ کردن. پس سعی کنید عادت کنید با سرچ کردن مطالبی که فراموش کردید رو به خاطر بیارید. واسه همه پیش میاد، فقط شما نیستید. فکر نکنید که فقط واسه شما پیش میاد. خب دوستان تمام مطالب این جلسه رو هم گفتیم. توی جلسه بعد با متغیرها بیشتر کار میکنیم. با متغیر آشنا میشیم و کلی امکانات جالب دیگه از پایتون رو بررسی میکنیم. اگر سوالی داشتید توی بخش کامنت ها حتما بنویسید تا توی اولین فرصت بهشون جواب بدم. خب این جلسه هم تموم شد. تا جلسه بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.